روز جمعه پایتخت ایالات متحده میزبان بزرگترین نمایش در سیاست این کشور خواهد بود. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. روزهای شنبه و یکشنبه نظامیان امریکایی برای حفظ امنیت در محل برگزاری مراسم تمرین کردند. هرچند در پشت صحنه ماها بالای امنیت این مراسم کار شده است. نیروی مخفی امنیتی مسئول حفظ امنیت این رویداد است که با اردو و تطبیق کننده های قانون کار می کند. پیش بینی می شود که نزدیک به 900,000 نفر در این مراسم شرکت کنند. مراسم بزرگ است. مردم زیاد اینجا هستند ولی ما مامورین درست با خود داریم و برنامه خوب هم داریم. این برنامه شامل حفظ امنیت واشنگتن در روز مراسم تحلیف می شود و برای این مأموریت بیش از 5,000 نفر گماشته شدند. می تواند دشوار باشد اما تمام ماموران یکسان با هم پیش می روند. می خواهم مطمئن شوم که برایشان ترانسپورت مناسب فراهم است و هر آنچه ضرورت دارند در اختیارشان است تا ماموریت خود را به درستی انجام دهند. قوای مشخص امنیت بخش‌های از مراسم را به دوش دارد و وزارت داخله حفظ امنیت مردم را. مخصوصا حالا که انتظار می رود مخالفان ترامپ مظاهره کنند. همه می توانند اینجا بیایند آنچه می خواهند بگویند اما به طور صلح‌آمیز و قانونی تا همه در امنیت به خانه برگردند. البته که مراسم تحلیف صفحه توییتر هم دارد. حکومت محلی واشنگتن نیز درباره دیگر مسائل از جمله بسته بودن راه‌ها اطلاع رسانی می‌کند. بخش‌های عمده واشنگتن همین حالا نیز به خاطر مراسم تحلیف رئیس جمهور بسته‌اند.